بریم سراغ جمله سوم خودمون. اینجا گفته He has never had much tact and people don't like his blunt manner. یه بار دیگه من بخونمش جمله سومو. He has never had much tact and people don't like his blunt manner. بریم سراغ کالوکیشن ها و لغاتی که اینجا هستن. ما اینجا یه واژه‌ای داریم به نام تکت. تکت بالاتر بنویسم. تکت یعنی درایت، کاردانی، درایت، کاردانی. tactful به معنای با درایت هستش، این صفتشه، با درایت. و tactless بازم صفت منفیه چون less گرفته، برای ما صفت منفی ساخته، یعنی without. هر چیزی که پسوند less بگیره برای ما منفیش میکنه. tactless یعنی بی درایت. میگیم he is a tactless، او بی درایته، او کاردانی نداره. پس اینجا بود که 3 تا لغت برای شما ساختم. تکت به معنای درایت، tactful که هر چیزی که پسوند فعل بگیره، سافیکس فعل بگیره، به معنای full of یه چیزی، full of something، که اینجا اگر بخوام definition بدیم میگیم full of tact یعنی پر از درایته، پر از کاردانیه. پس tactful که گفتیم فعل برای ما صفت میسازه، به معنای full of یه چیزی هستش، میشه با درایت. و tactless که اینجا پسوند less، اینجا پسوند less برای ما صفت میسازه و اون رو منفی میکنه، یعنی without یه چیزی. پس tactless یعنی بی درایت. این هم از این. بریم سراغ یک کالوکیشن. ما اینجا داریم blunt manner. blunt manner یعنی رفتار. blunt manner یعنی رفتار بی‌ادبانه. یک کالوکیشن دیگه هم داریم blunt knife. اینجا دیگه معناش نمی کنیم چاقوی بی‌ادب، میگیم چاقوی کند، چاقویی که تیز نیست، چاقوی کند هستش. پس من یه بار دیگه یه جمع‌بندی سر این جمله برای شما انجام بدم. اینجا داشتیم tact که گفتیم tact یعنی درایت، tactful یعنی با درایت که گفتیم پسوند فعل، هر چیزی پسوند فعل بگیره یعنی full of یه چیزی و برای ما پسوند فعل برای ما صفت میسازه، یعنی با درایت. tactful یعنی با درایت. tactless گفتیم هر چیزی که پسوند less بگیره برای ما صفت میسازه، به معنای without هستش و منفیش هم میکنه. پس tactless یعنی بی درایت. بعد اومدیم اینجا blunt manner. یک کالوکیشن داشتیم blunt manner یعنی رفتار بی‌ادبانه. blunt manner یعنی رفتار بی‌ادبانه. و یک کالوکیشن دیگه ساختیم blunt knife. اینجا دیگه گفتیم چون چاقو هستش نمیگیم چاقوی بی‌ادب، میگیم چاقوی کند. پس blunt knife یعنی چاقوی کند. اما بریم سراغ ترجمه این جمله که با هم دیگه کالوکیشن ها و لغاتش با هم دیگه کار کردیم. اینجا هست میگه he has never had much tact. میگه او زیاد درایت نداشته، یا او هرگز زیاد درایت نداشته، زیاد کاردانی نداشته. او هیچ وقت زیاد درایت یا کاردانی نداشته و مردم don't like his blunt manner و مردم رفتار بی‌ادبانه اون رو دوست نداشتن. یه بار دیگه من ترجمهش کنم. He has never had much tact. او هرگز درایت کافی نداشته یا درایت زیادی نداشته. And people don't like his blunt manner و مردم رفتار بی‌ادبانه اون رو دوست نداشتن. بریم سراغ لغت یا جمله چهارم خودمون. جمله چهارم گفته medieval knight. جمله چهارم medieval knight took an oath of loyalty to their lord. medieval knight took an oath of loyalty to their lord. بریم سراغ لغت و کالوکیشن های
این جمله. ما اینجا یه دونه کالوکیشن داریم to take oath که این گذشتهشه، که این گذشته اونه. to take an oath یعنی قسم خوردن، قسم خوردن، یا to swear. to swear هم یعنی قسم خوردن که میگیم to swear حرف اضافهش to swear یا to هستش یا upon یا by هستش. به عنوان مثال من چند تا مثال برای شما بنویسم. میگم I swear to God. I swear to God. به خدا قسم. I swear to God یعنی به خدا قسم. I swear to God به خدا قسم. یا میگم I swear upon the altar of God. در پیشگاه خداوند، در پیشگاه خداوند قسم میخورم. I swear upon the altar of God. در پیشگاه خداوند قسم میخورم که اینجا altar یعنی محراب، پیشگاه، که البته سر هم می‌نویسنش پیشگاه رو. I swear upon the altar of God. در پیشگاه خداوند قسم میخورم. یا تو قرآن هست میگیم I swear by the time. قسم به زمان که میگیم والعصر، والعصر، قسم به زمان. I swear by the time والعصر که همون آیه هست، آیه والعصر. و بخوایم ترجمهش کنیم، اگر نخوایم ترجمه عربی داشته باشه، میگیم I swear by the time، قسم به زمان. این هم از این. حالا داشتیم که این کالوکیشن اینجا بود to take an oath قسم خوردن، بعد to swear بازم میشد قسم خوردن که گفتیم حرف اضافه های مختلفی داره. to swear to swear upon to swear by که برای شما از همشون مثال زدم. I swear to God به خداوند قسم، به خدا قسم. I swear upon the altar of God در پیشگاه خداوند قسم میخورم. و اینجا هم حرف اضافه بایش هم برای شما مثال زدم. I swear by the time والعصر، والعصر که گفتیم قسم به زمان. بریم سراغ یک کالوکیشن دیگه هم داریم، میگیم to make a promise. to make a promise این یعنی قول دادن. to make a promise یعنی قول دادن. to make a promise یعنی قول دادن. اگه میخواید نکته‌ای بردارید دوستان لطفاً نکات خودشون رو بردارن، چون میخوام یکم اینجا رو خلوت کنم. پس من یه جمع‌بندی فعلا انجام بدم، بعدش هم شما نکات خودتون رو بردارید. اینجا داشتیم to take an oath که گفتم این چون گذشته‌اش هست، کالوکیشن اینه to take an oath یعنی قسم خوردن، یا معادل اون to swear باز میشه قسم خوردن که to swear با حرف اضافه متفاوتی میاد، با حرف اضافه to، upon و by که گفتم I swear to God یعنی به خدا قسم. I swear upon the altar of God در پیشگاه خداوند قسم میخورم. I swear by the time که گفتیم میشه والعصر یا قسم به زمان. و اینجا هم یک کالوکیشن دیگه داشتیم to make a promise. to make a promise یعنی قول دادن. خب امیدوارم نکات خود و یادداشت‌های خودتون رو برداشته باشین، چون قراره اینجا رو پاک کنم و نکات جدیدی برای شما بنویسم. بریم سراغ loyalty. loyalty یعنی وفاداری. وفاداری که سینونیم های اون برای loyalty مثل fidelity،
fidelity و faithfulness بازم یعنی وفاداری. پس 3 تا واژه داریم: loyalty، fidelity و faithfulness. هر 3 تاش به معنای وفاداری هستش. بریم سراغ medieval از 3 بخش تشکیل شده. ببینید اینجاست که ریشه شناسی برای ما کاربرد زیادی داره. پسوند AL گرفته که اینجا برای شما توضیح میدم چه کاری انجام میده. اینجا مید داریم. مید به معنای میدل هستش، سنتر، وسط، میدل، سنتر یعنی وسط. میدی یا مید به معنای میدل یا سنتر هستش. ایو گرفته. ببینید اینجا ایو گرفته. ریشه ایو روت هستش. ببینید ایو روت یا همون ریشه هستش که به معنای ایج. ایو به معنای ایج، مید به معنای میدل، ایو به معنای ایج و پسوند AL که پسوند AL 2 تا کار برای ما انجام میده. اگر پسوند AL سافیکس AL با یه دونه روت ترکیب بشه که اینجا ایو یک روت هستش. میبینید 2 طرف برای شما هایفن گذاشتم به معنای ایج هستش. که اگر AL با یه دونه روت ترکیب بشه، یعنی یه دونه روت داشته باشیم و پسوند AL بگیره، برای ما 80% مواقع برای ما چه کاری انجام میده؟ برای ما صفت میسازه. adjective maker. و اگر مورد دوم، و اگر یک فعل با AL ترکیب بشه برای ما اسم میسازه. من دومی برای شما مثال بزنم که کامل براتون جا بیافته. فعل مثلا to arrive داریم. to arrive به معنای رسیدن هستش. to arrive به معنای رسیدن. حالا کافیه من به این arrive یه AL اضافه کنم، میشم arrival. میبینید اینجا پسوند AL گرفته و خودش هم فعل بوده، verb بوده که با AL ترکیب شده و برای ما در این اوقات برای ما چه کاری انجام میده؟ برای ما اسم میسازه. arrival به معنای ورود هستش. پس to arrive یعنی رسیدن. اگر AL با یک دونه فعل ترکیب بشه برای ما اسم میسازه که گفتیم arrival به معنای ورود هستش. اما برگردیم اینجا medieval که گفتیم ایوش به معنای H هستش و میدش به معنای میدل یا سنتر و گفتیم پسوند AL چون با یه دونه روت ترکیب شده، اگر روت یا همون ریشه با پسوند AL ترکیب بشه برای ما صفت میسازه که اینجا دقت کنید medieval knights یعنی شوالیه های قرون وسطا. knights یعنی شوالیه، medieval knights یعنی شوالیه های قرون وسطا. اینجا من چند تا مثالم با ایو برای شما بزنم. مثلا اینجا داریم ریشه، من ایو اینجا بنویسم، ریشه ایو که گفتیم به معنای ایج هستش. میگیم coeval از 3 بخش تشکیل شده، از پریفیکس کو، ریشه ای و پسوند AL که حتما اینجا چه چیزی برای ما ساخته. با توجه به اینجا که برای شما توضیح دادم چون با یه دونه روت ترکیب شده برای ما حتما یه دونه صفت ساخته. ما الان میدونیم coeval صفت هستش. حالا چجوری میخوایم ترجمهش کنیم؟ پیشوندهای کو، پریفیکس های کو، کن، کام و کل، اینا همه پیشوند یا پریفیکس هستن. همه به معنای together است. together یعنی با هم. if اینجا من اینو فلششو بکشم، پس
پیشوندهای یا پرفیکس های کو، کان، کام و کول به معنای together هستش، یعنی با هم. if هم که به معنای age بود. al هم یعنی related to age together، یعنی چیزهایی که سنشون یکسانه، با همه، میشه هم عصر. coeval books، مثلا این کتاب های هم عصر. coeval documents، اسناد هم عصر، همزمان، هم عصر. خب این هم از این که توضیح دادیم. پس پسوند کو به معنای پسوندهای کو، کام، کان و کول به معنای together هستش. ریشه ایو یا روت ایو به معنای age و al هم یعنی صفت ساز هستش که میشه related to. coeval یعنی هم است. میگه medieval knight took an oath of loyalty to their lord. میگه شوالیه های قرون وسطا medieval knights took an oath، سوگند خوردن. سوگند چی خوردن؟ سوگند وفاداری. loyalty وفاداری هستش. to their lord، برای کیشون؟ برای پادشاه خودشون، برای سرور خودشون، برای اون رهبر خودشون. medieval knights، شوالیه های قرون وسطا took an oath of loyalty to their lord. میگه شوالیه های قرون وسطا برای سرور یا پادشاه خودشون سوگند وفاداری خوردن. امیدوارم تا اینجا با ریشه شناسی و اتیمولوژی کامل آشنا شده باشید و بریم سراغ جملات بعدی خودمون.